این هفته خبر تو خبر داره براتون از امام جمعه های عظما که همگی قطار شدن و ترسشون از آبکش شدن نظام ولایت رو اینطوری برملا کردن. و هر دولتی هم با مقام رهبری زاویه پیدا کرد، این دولت برای این ملت جز فلاکت بار دیگری نیاورد، مشکل دیگری، مسئله دیگری برای مردم ایجاد نکرد. هر دولتی که با مقام معظم رهبری زاویه پیدا کرد در مدیریت اجرایی کشور ناموفق بود، شکست خورد. این گذشته ما بوده و عمده زاویه هم بر مسئله سیاست خارجیه. اینطور که پیداست چرت عظما و سگ و سیله‌هاش بد جوری پاره شده. این یکی هم تعارفات رو کنار گذاشت و پای قضایی عظما رو کشید وسط. ای کاش صدا و سیما بفهمد که باید چه کسی رو دعوت کند. ای کاش دستگاه قضا وظیفه خودش رو نسبت به دروغگویان و خطاکاران که در زمان مسئولیت هاشون سرمایه های ملی رو از بین بردن و کشور رو دچار خسارت محض کردن درست و به موقع و قاطع انجام میداد. آقای دستگاه قضا، اگر امروز درست عمل نکنی بدان که در آینده با پررویی بیشتری کار خودشون رو ادامه میدن. بعد از نماز جمعه هم ریختن رو سر مالکش اعظم و اینطوری از خجالتش در اومدن. ظریف گورتو گم کن، ظریف گورتو گم کن، ظریف گورتو گم کن. عظما هی زور زد که نظامشو یه دست کنه. حالا با یه سیستم آشولاشی مواجهه که خودشون میگن زیر TNTه. علت بیشتر بی‌اعتمادی مردم به نظام دو قطبی سازی هایی که خدا لعنتشون بکنه که موجب بی‌اعتمادی سطح جامعه شدن، پایین اومدن سطح اعتماد جامعه شدن نسبت به نظام. پست رو از اون میخوای بگیری، کل نظام چرا زیرش TNT میذاری؟ عظما تو نمایش انتخابات دنبال مشارکت بالا بود، اما حالا زیر پاش خالی شده. کاربرای فضای مجازی هم جک و جونورای عظما رو اینطوری سیبل میکنن و به ریششون میخندن. الو مسعود داداش، چه سلامی، چه علیکی، این پول ما رو بزن دیگه داداش. من هر سال نشستم به توی آمپول زن گفتم دکتر یه ماه دارم برات تبلیغ میکنم. داداش به من ربطی نداره، الان 4 روز ستاد بسته ما موندیم با بچه ها تو خیابون، پول استب نداریم مسعود. نه ببین مسعود، من دقیقا وقتی اومدم گفتم آقا این بلده، اینو حمایت کنید بذارینش سر کار، هرچی شد با من داداش پشتت بودم دیگه نبودم. ولی تو داری الان داداش گل من مسعود، من میام جلو در تو، ببر ربطی. حالا بشنوید از رئیس جمهور پنبه‌ای نظام که توی این هیروویر دنبال دریانوردیه. باید این تولید رو از تهران بکشید بیرون ببرید لب دریا، هم راحت‌تر جنس میتونید بیارید، هم راحت‌تر جنس میتونید صادر کنید. من نمیفهمم چرا داریم تهران رو به این شکل گنده میکنیم و تولید رو میاریم اینجا و بعد از یه مدتی هر دولتی بیاد امکان پشتیبانی از شما را در آب و برق و اینا نخواهد. یکی نیست به این رئیس جمهور مشنگ نظام بگه کدوم تولید، کدوم صنعت. این فقط یه نمونه از بلاهاییه که آخوندا تو همین چند ماه بر سر تولید و صنعت ایران آوردن. شامخ صنعت نشون میده که بیشترین رکود صنعت در 35 ماه اخیر رو داریم تجربه میکنیم. 11 تا از 12 رشته صنعتی تو رکودن. تولید کمترین مقدار 17 ماه اخیر، سفارش محصول کمترین مقدار 28 ماه اخیر، فروش محصولات صنعتی کمترین مقدار 35 ماه اخیر، موجودی محصول و مواد اولیه 16 ماه اخیر. تازه الان ارزا رو که تخصیص ندادن 3 ماه دوم، این به خیلی عدد سنگین‌تری توی مثلا ماهایی که الان توش هستیم خواهد رسید.
مشنگستان این هفته رو با حرفای وزیر ارشاد رئیسی شروع میکنیم که بعد از این همه مدت هنوزم ولکن قضیه هلیکوتلت شدن رئیسش نیست. کدوم رئیس جمهور 6 صبح سفارت رو بگم میشه، بعد سوار هلیکوپتر میشه 10 بار اینقدر میره تا تو هلیکوپتر سقوط کنه؟ کشور کدوم رئیس جمهور 6 صبح سفارت رو بگم میشه، بعد سوار هلیکوپتر میشه 10 بار اینقدر میره تا تو هلیکوپتر سقوط کنه؟ ببینید کفگیر عظما چطوری به ته دیگ خورده که جز این زمینخوار عمامه‌دار کسی نیست براش از این بازار گرمیا بکنه. به همین مناسبت اتصال رهبری با دلهای شما، با زندگی شما نزدیکتر از اتصال اعضای خانواده شما به شما. احتمالاً این هم در راستای همین اتصال دلها به عظما بوده رفته سراغ استبل. یکی از ابزارهای تشخیصی برای همه موجودات از جمله انسان، از جمله این اسب‌ها، زبونشونه. اگر وسط زبون ترک عمیق داشته باشه نشونه ضعف ستون فقراته. هر چقدر رنگ زبون سرخ باشه نشونه گرمی طبعه و هر چقدر زبون سفید باشه یعنی طبعش سرده. حالا بشنوید از این جوجه تئوریسین بسیجی که ظاهراً به روغن سوزی افتاده. من چین رو کره شمالی با سقف بلند دیدم. چین رو زندانی دیدم که مردم نمیتونستن میله ها رو ببینن و فکر میکردن آزادن. خب یعنی واقعاً یک مدل عجیب غریب از مدیریت انسان ها رو من دیدم که بنده معتقدم این مدل قراره برای بقیه مردم دنیا اجرا بشه. این همونه که چند وقت پیش خاطره سفرش به چین رو اینطوری تعریف میکرد. رفتم نشستم دونه دونه تحقیق 10 روز چین من مطالعه فقط با اینا جلسه داشتیم راجع به جلوگیری از فساد. قوانینی دارن به خدا قوانین امیرالمومنینه. یعنی من میذارم تو سرم گفت آشین چون فانسین که همین چته آقا چرا میزنین تو کلت؟ گفتم آقا امیرالمومنین 2400 سال پیش اینا رو فرموده. مثلا ببین چه با حزب این اعضای حزب کمونیست چین اونجاها تو چین 1,301,000. حالا که تا اینجا اومدیم یه نگاهی هم به یه مناظره بندازیم که رسانه‌های اصلاحاتی برگزار کردن. یک پرسش پایانی ما از هر دو بزرگوار مهمانان برنامه زاویه داریم و آن نه و آن تصویری از آینده ایران با توجه به همه این صحبت‌ها. شما بفرمایید، ایشون هم می‌فرمایید. خواهش می‌کنم. من تصویر رو از اون تصویری که از امام خامنه‌ای ترسیم فرمودند میگیرم که فرمودن ما به قله نزدیک. سفره‌های هرچه بیشتر جمع و جور شد تنگ شده، فقر فزاینده، اینایی که تحت عنوان حالا اسمشون رو میذارین نخبه یا هر چیزی مهاجرت میکنن. من اخیراً دیدم یه آماری رو که ما 7مین کشور مهاجرت کننده از این کشور داریم. نخبگانش حالا مردمش، حالا من این عبارت نخبگان رو خیلی نمیپسندم که هی تاکید بشه، مردمش. من میخوام میدونی اینو بفهمم که ما کی به این قله میرسیم. در پایان مشنگستان این هفته بی مناسبت نیست که یه یادی هم بکنیم از این مصاحبه که خودش به اندازه کافی گویاست. ترام این نبورم از دهه 50 بر این ور بدترین تحریم در امار کنه، ولی از شکر خداوند بزرگ همه من رو پای خودم یعنی اسلامی تا آخر ایستادگی کن بی یه روزی گذر من به بخوره من با همین پا بر کله بتر کنم. هر هفته میریم سفر تو کوچه های خبر، داره میره توی گور این عظمای در به در، دمها رو از دل ببر با خبر تو خبر، خبر تو خبر، خبر تو خبر.